با عرض سلام و تبریک سال نو، ضروری دیدم که بعضی مسائل رو حول و حوش آذربایجان رخ میده، خصوصا آذربایجان غربی، به زبان غیر ترکی، از اونجا که طرف یا مخاطب این میتونه جریانات مرکز خصوصا ایران شهری و خود جمهوری اسلامی هم مثلا اطلاعات سپاه باشه، به زبان فارسی بیان کنم. طبیعتا سالی که گذشت، اینو ابتدا ساکن عرض کنم که سالی بود که از نظر تحولات بین المللی و منطقه‌ای خوشبختانه به نفع آذربایجان و حرکت ملی آذربایجان رقم خورد و اونچه که خصوصا بعد از مرگ مشکوک رئیسی و کاندیداتوری پزشکیان و تحرکی که در ایران در جریان هویت خواهی ترکی رخ داد، مسئله انسجام ملی ترکی رو در پی داشت و در پی اون در منطقه با سقوط رژیم اسد و پیرو اون توافقنامه‌ای که بین سرکرده گروه‌های کردی آقای مظلوم عبدی یعقوبانی رخ داد و خلع اصلاح PKK، اینها همه تحولاتی است که به نفع حرکت ملی آذربایجان رخ داده و طبیعتاً هر گونه تحول اکثراً که به نفع این حرکت باشه طبیعتاً به ضرر جریانات فاشیستی مرکزگرا نظیر ایران شهری و ناسیونالیسم اون کردی در منطقه که به کردستان بزرگ میندشند و همیشه چشم در خاک دیگران داشتن، صرف نظر این که خودشون هم به ظلم‌های نظیر تبعیض ملی در منطقه معروض شدن. یک نکته دیگه هم که مطرح هست، کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا به نوعی فروپاشی هلال شیعی است که بعد از حملات حماس 7 اکتبر حماس در یک فرایند یک ساله موجب اضمحلال تقریبا حماس و تضعیف حزب الله لبنان شد که متقابل مسئله سوریه و سقوط رژیم اسد، اینا همه ضربات مهلکی بود که هم به جمهوری اسلامی و هم جریان ایران شهری که خواه در داخل حتی در اپوزیسیون علیرغم اینکه مخالف جمهوری اسلامی هستند ولی همیشه اقتدار منطقه ایران و خصوصا در تضعیف عنصر ترکیت یا ترک ستیزی همراه اون بودن. اینا رو گفتم تا ورود کنم به مسئله‌ای که در چند روز پیش با هماهنگی سپاه و اطلاعات سپاه و جریان ایران شهری در ایران در غرب آذربایجان و اطراف اورمیه به بهانه بزرگداشت نوروز یا سال نو شرایط رو فراهم کردن برای کردها که اونجا جشن میگیرن. این مسئله میشه از دو منظر نگریست. اگر خب مسئله بزرگداشت هست، شادی و بزرگداشت آیین ها حق هر ملتی است، یعنی کسی هیچ وجدان منصفی و تفکر آزادی خواهی با شادی و خصوصا موسیقی و اینجور چیزهای مثبت نمیتونه مخالف باشه. ولی اون چیزی که ما در این میبینیم یک تضادی هست که در سیاست حاکمیت در این مورد دیده میشه.
یکی این که در تمام کشور در اکثریت جاها اجازه چنین تجمعاتی به سایرین داده نشده. یعنی این فقط ترک‌ها هم نیستند، حتی به فارس‌ها هم داده نشده، حتی به ملت عزیز کرد در استان کردستان نیز در مورد چنین تجمعاتی بسیار سختگیرانه عمل میشه. و این یک مورد بود. و مورد دیگه هست که در همین ارومیه ترک‌ها آذربایجانی ها مراجعه کردند که به جشن میگیرند و مجوز اونها لغو شده. و این پارادوکس و تضاد رو نمیشه قبول کرد، یعنی واقع بینانه نیست. در اینجا یک مسئله دیگه هست. اگر یک چنین پارادوکسی رو اینجوری میشه توجیه کرد که این همه تبلیغات در مورد این جشن، اون هم در ارومیه، و بولد کردن عنصر کردیت ناشی از شکست هایی است که رژیم و حاکمیت در منطقه و خصوصا بعد از شکست هلال شیعی به نوعی کاهش نفوذ عنصر کردیت که میخواست از اون استفاده کنه در سوریه، خصوصا بر علیه ترکیه، الان اینو میخواد در غرب آذربایجان جبران بکنه. این یک وجه مسئله هست که به نوعی به ترکیه هشداری داده باشه که اگرچه شما شاید در سوریه موفقیت هایی به دست آوردید و تونستید مسئله هم هلال شیعی و هم کردیت رو مهار بکنید، اون پان کردیزم یا کردستان بزرگ رو، ما میتونیم در مرزهای شرقی شما، یعنی آذربایجان غربی که ایران میشه یا منطقه آذربایجان، براتون مشکل ایجاد بکنیم با تقویتون. دومی مسئله این هست که فرایندی که در منطقه و دنیا شکل گرفته بر علیه ایران هست و تهدیداتی که بعد از آمدن ترامپ و این تغییر ژئوپلیتیک منطقه رخ داده، ایران رو در معرض تهدید هجوم حمله نظامی یا در پی افزایش تحریم های اقتصادی در معرض اعتراضات عمومی قرار داده. و با توجه به اعتراضات چند سال گذشته در مورد زن، زندگی، آزادی، اگر در ایران اعتراضاتی علیه حاکمیت رخ بده و در اینجا جامعه آذربایجان هم به این اعتراض بپیونده، به طبع حاکمیت کار مشکلی رو پیش رو خواهد داشت. لذا یک وجه دیگه در مشکل آفرینی و جمهوری اسلامی در غرب آذربایجان و به کارگیری یا آلت قرار دادن عنصر کردیت به عنوان پاشنه آشیل برای آذربایجان هست که اگر شما احیانا بخواهید اعتراضاتی علیه حاکمیت انجام بدید، با مشکل تمامیت توسعه طلبی کردها در غرب آذربایجان مواجه خواهد شد و خودشون اطلاعات سپاه و جریان ایران شهری با عوامل نفوذی که در اونجا دارند، مثل آیه زیندشتی یا آرام سمیتکو و ماموستاهای کرد که در سال گذشته در جریان اون انتخابات کذایی مهندسی شده که از قبل مشخص شده بود نتایجش، این رو به وجوه نشون دادن و با یک رأی سیستماتیک سعی کردن که اون اقلیت کرد در آذربایجان غربی رو به عنوان اکثریت نمایندگان مجلس آذربایجان غربی نشون بدن و در پیرو اون قاسم عثمانی، فکر کنم اگر اشتباه نکنم، رو صدر مجمع نمایندگان آذربایجان غربی قرار دادن که تفکراتشون محرز است به هر کسی. لذا این تحرکات
بیشتر برای این دو مسئله هست: یک، نشست چنگ و دندان به ترکیه و دو، مهار پویایی حرکت ملی آذربایجان و مانع تراشی برای اون در جهت احقاق حقوق ملی ترکان آذربایجان در ایران هست. ما در این مسئله مهمترین نکته این هست که باید در مواجهه با آن مسائل در نظر بگیریم که هر ملتی حق و حقوقی داره و با توجه و این کردها هم از این مسئله مستثنا نیستن. زبانی که در مواجهه با آن به کار میبریم خیلی مهمه و بایستی زبانی باشه که دیپلماتیک بر محور حقوق انسانی باشه و در این حال از تمامیت سرزمینی آذربایجان دفاع بکنه و مانع حقیقت زدایی و پروپاگاندا بر علیه آذربایجان بشه و تحریف هویت اتنیکی سرزمین آذربایجان، خصوصا آذربایجان غربی باشه. برای این ادبیات نیازی نداریم که ما مثل ادبیات همان ناسیونالیسم کرد یا ناسیونالیسم فارس که ادبیات دیگر ستیز هست و خصوصا این در ترک ستیزی این جماعت همیشه نمود پیدا کرده، چه در داخل ایران چه در مدیاهای فارسی خارجی، صدای آمریکا یا صدای BBC فارسی و از ایران وایر بگیر تا ایران رادیو فردا منعکس میشه، طوری که این ترک ستیزی در تمامی برنامه های اینها دیده میشه. مثلا همین آمار ارقامی که از همین تجمع سیستماتیکی که برای ظاهر در مورد بزرگداشت نوروز، مثلا جمعیتی که اونجور که تخمین زده میشه که بیش 10,000 نفر بوده رو تا حد 300,000 نفر بولد میکنن. اینا همه پرووکاسیونی هست که بر علیه جریان آذربایجان صورت میگیره تا اینها از ترس مرگ به تب روی بیارن. یعنی اینطور که مسئله توسعه طلبی کردی در آذربایجان بیان به سمت الان تظاهراتی مثلا میگذاره به نفع حاکمیت مثلا شرکت کنن و اون رو تبلیغ بکنن. البته که در این مسائل ما باید از هر فرجه‌ای برای اعتراضمون به این سری سیاست‌ها استفاده کنیم، ولی معنای تصدیق سیاست‌هایی که حاکمیت خودش در اون داخل بوده نیست. یعنی اینها خودشون میان مراسمی میگذارن برای توسعه طلبی کردی در آذربایجان غربی و هم این حاکمیت میاد در مقابل اون از عنصر ترکیت در همونجا استفاده کنه تا مثلا اون روایت اسلامی خودش رو در حمایت از حاکمیت جمهوری اسلامی به نام مردم ترک به تظاهر بکنه. لذا در اینجا خیلی مهم هست که جامعه آذربایجان، حرکت ملی آذربایجان چگونه به مسائل مناسبت نشون بده و در این حال که از حق و حقوق خودش، از هویت ترکی و سرزمینی خودش دفاع میکنه، در دام این سیاست مکارانه رژیم که در صدد سوء استفاده از این ضدیت و مسئله کرد در آذربایجان غربی هست، از اون هم ممانعت کنه. من باز هم جریانات در منطقه رو به نفع آذربایجان میبینم. حرکت ملی متحول شده هم در داخل و عنصر ترکیت بازگشت به خویشتن و خصوصا زبان ترکی در جامعه آذربایجان فراگیر شده و این ذهنیت فاشیستی حاکم بر مرکز، خصوصا جریان ایران شهری و رسوخ کرده در جمهوری اسلامی و اپوزیسیون رو به شدت پریشان کرده و پدیده آذربایجان رو به کابوسی برای ایرانی که فقط برای فارس ها تعریف شده به وجود آورده.
لذا ما بایستی با درایت و با همت بیشتر با ادبیات دیپلماتیک این توطئه ها بر علیه آذربایجان، خصوصا تمامیت سرزمینی آذربایجان رو با درایت خنثی کنیم. ممنون از توجهتون.